از این حساب 237 نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند. 39 نفر آنها همچون نابالغان در کالونی‌های تربیوی قرار دارند. از آن جمله با جزای یک عمره 80 نفر و همین طریق چون که پیشتر تاکید کردم این اندکی زیادتر از 10,000 نفر را تشکیل می‌دهند. همچنان 353 نفر شهروندان خارجی هستند. 1548 نفر وابسته به حرکت‌های دینی و اکستریمیستی. چند؟ 1548 نفر و 239 نفر وابسته به اعضایی به گروه‌های غیر قانونی. حالت فوت محکوم شدگان در این دوره 27 نفر به قید گرفته شده است که همه آنها با مرگ طبیعی یعنی به نشانه‌های مرگ مجبوری به قید گرفته شده است.